مطالعات نشون میده که 95% از مردا و حدود 72% از زنها تو زندگی خودشون خودارضایی کردن. اما با وجود شایعاتی که میگن این کار ناسالمه و میتونه باعث کوری و حتی ناباروری بشه، آیا واقعا جغ برای ما مفیده؟ خودارضایی فقط واسه مجردا نیست. 70% از مردا و 40% از زنها که متأهل بودن یا تو رابطه بودن تو 4 هفته اخیر منتهی به یک نظرسنجی خودارضایی کردن. سوایی که جغ زدن خیلی حال میده باعث میشه که دوپامین آزاد بشه که به کنترل مرکز پاداش و لذت مغز کمک میکنه و استرس رو کاهش میده. همچنین اندورفین های دیگه هم موقع خودارضایی آزاد میشه که میتونه درد رو کاهش بده. برای خانوما خودارضایی میتونه به کاهش گرفتگی های قاعدگی کمک کنه و البته با کمک هورمون پرولاکتین که با خواب مرتبطه احتمالاً بعدش احساس خستگی میکنید و میتونید راحت بخوابید. حس میکنی داری سرما میخوری؟ جغ بزنم راه حله. بله مرسی. من خودم روزی 3 بار جغ میزدم. رسالتم این بود که ننه بابا من خونه برم بیرون جغ بزنم. یه مطالعه نشون داده که در مردا اجزای سیستمی ایمنی بدن در طول خودارضایی فعال میشه و تعداد گلبولای سفید تو جریان خون افزایش پیدا میکنه. خودارضایی یا همون کف دستی خودمون ممکنه باعث دفع منظمتر ترشحات سرطانزایی بشه که توی پروستات جمع میشه که به مردا در کاهش سرطان کمک میکنه. پس یه جورایی تعداد دفعات زیاد ارضا شدن با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. اما اگه به ظاهر جغ زدن باعث اتلاف انرژی یا منی تو مرداست، پس چرا انسان‌ها و حیوانات به سمت خودارضایی تکامل یافتن؟ خب معلوم میشه که عشق خود در واقع میتونه کیفیت اسپرما رو بهبود بده. مطالعه نشون داده که خودارضایی تو مردا تعداد اسپرمای وارد شده توی جفتگیری رو کاهش میده، اما تعداد اسپرمای حفظ شده توسط زن تغییر نمیکنه. یعنی یه جورایی میشه نتیجه گیری کرد که خودارضایی یه استراتژی باحال برای بهبود کارایی اسپرماست، چون اسپرمای جوانتر احتمال بیشتری برای لقا دارن. حالا نه تنها این، بلکه خود خودارضایی هم میتونه عملکرد جنسیتون رو بهبود بده. چجوری؟ هم زنها هم مردا دارای عضلات کف لگنن که از استخون شرمگاهی تا دنبالیچه کشیده میشه. با افزایش سن این ماهیچه‌ها ضعیف میشه و باعث اختلال عملکرد جنسی تو زنها و اختلال نوز تو مردا میشه. اما ور رفتن با آلت تناسلی یا کلیتوریس میتونه رفلکس این ماهیچه پیازی اسفنجی رو فعال کنه. در نتیجه عضلات کف لگن منقبض میشه. این در اصل یه تمرین برای عضلات جنسیه. به علاوه اینا سطح اکسید نیتریک با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و میتونه به کاهش میل جنسی کمک کنه. اما خودارضایی میتونه به حفظ اون توی خون شما در طول زندگیتون کمک کنه. اما در حالی که خودارضایی مزایای فیزیولوژیکی زیادی داره، مهمه که به مدل جغ زدنتون هم یه تنوعی بدین، چون که استفاده از یه مدل تکراری میتونه باعث کاهش برانگیختگیتون بشه و موقعی که میخواید واقعا با یکی سکس کنید دیگه نتونید اون عملکرد جنسی رو داشته باشید. در آخر باید گفت که خودارضایی یه فعالیت ایمن و سالمه. پس آب دستته الان بذار زمین برو جغ بزن، به هیچ چی هم فکر نکن. بازم مثل همیشه ممنون که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین. اگه سوالی دارین تو کامنت ها بپرسین. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم.